مار شدین با ویزا و پاسپورت؟ ویزا و پاسپورت ردیمت شدیم. 3 روز میشه که آمدیم با کامل فامیل مانده در کرج در خود تهران. با ویزا و پاسپورت سن ما 50 ساله در مغازه سودا میگرفتیم میرفتیم طرف خانه. ویزا هم دارم، پاسپورت هم دارم، کارت کارگری هم دارم، کت یکتام دارم. ردمرد شدیم از ایران. مردم چرا بدبخت میشه که چی دلیل خود گرفتن ردمرد کردن؟ به می دلیل که شما ویزیتان میاد 3 ماه سیاتیس شما میایین کار. ما خود اکثر کارم نبودیم تو مرا گرفتی. مرا طرف خانه سودا دادست ما مغازه برامون مرا گرفتی. نه پاسپورت مرا پرسان کردی، نه ویزه مرا پرسان کردی. بازگاه خود ایران بردی لاتوکوب مون کردی. به خاطر چی؟ لاتوکوب کردن؟ لاتوکوب کردن و در ویزای که اینجا مردم میتن کلش ویزای فریبکی است. میره ویزا نمیچله. یک دفعه تمدید میشه. ما ویزای خود در ایران 4 دفعه تمدید کردیم. حالا قانون برآمد. زن اولاد فامیلم دوجا مونده خود ما آمدیم به کابل. این چرا پس ویزا بده برای ما پاسپورت ما رو خروجی نزدن. میگه شما دیگه پاسپورت جور کنین ویزا بگیرین برین. ما دیگه مشکل نداریم که ما بریم. فامیل خود طلب کردیم که بخیز بیا. این رقم قانون است. حالا ما وقت ما را رد مرز کردی. حالا پول خانه ما 2-3 ماه وقت ما مانده. صاحب خانه خودم میگم پول ما را بده، میگه پول ندارم. مستاجر کس نیست که بشین حالا فامیلم بدرم پول خانه را بگیره بیا. منتظر پول خانه شدیم. 100 میلیون خانه را گرفتیم. صاحب خانه را میگم، صاحب خانه میگه بدر ما پول ندارم. میفهمه که افغانی ها بدر رد مرز میشه، میگم پیسه خانه را ما بخورم. چرا پول ما را نمیدی؟ ما را تیر از وطنت 5 سال تیر کردیم. با خواری و با زحمت زندگی خود پیش بردیم. چرا رد مرز کردیم؟ مرا وقت فامیلم جدا کردی. نه بچه جوان دارم، نه سرپرست دارم، نه 2 تا سیاست در میدان در خود رسیدم خود تهران در کرج مان. کس دیگه از خانواده دوستا هیچ کس قوم خویش نیست. هیچ کسی نیست. من 2 تا سیاست حال برم اسلام قلا و زنگ زدیم میگم بیاین. میگم میایم حالا ما پول بگیریم که بیاییم. پول میسوزه. پولم نمیته ایرانی. این وطن است.